درباره سجده کردن در نماز حاجت و دعای شرکی. بعد فرمودن گونه راست صورتت رو روی زمین میگذاری و میگویی در سجده خود 100 مرتبه یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران. بعد گونه چپ خود را بر زمین میگذاری و 100 مرتبه میگویی ادرکنی 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 و زیاد تکرار میکنی. بعد از اون میگویی القوس القوس و اینقدر القوس القوس را تکرار میکنی که نفس تمام بشود. بعد سر از سجده بر میداری به درستی که خدای تعالی به کرم خود حاجات تو را عطا میکند. این هم یک نوعی از سجده رافضی ها که الله متعال و رسولش صلی الله علیه و آله و سلم بر آن امر نفرمودند و این سجده هم مملو از دعای شرکی. و من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. و کیست گمراه تر از کسی که به جای الله کسی را به دعا بخواند که تا روز قیامت دعای او را اجابت نکند و آنان از دعاهایشان بیخبرند. و هنگامی که مردم گرد آورده شوند آن معبودها دشمن آنان خواهند بود و عبادتشان را منکر می شوند و نمی پذیرند. از آخوندانی که مردم را به کفر و شرک دعوت می دهند و به نام نماز حاجت یا دعای توسل عوام الناس را گمراه می سازند می پرسیم وقتی که تو می خوانی و صدا می زنی که یا محمد و یا علی، یا علی و یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران، آیا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا علی رضی الله عنه تو را می شناسند و تو را دیده اند و نام تو را می دانند و صدای تو را می شنوند و فوری تو را اطاعت می کنند؟ تو که می گویی یا محمد یا علی، یا علی یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان و انصرانی فانکما ناصران، آیا طلب حاجت و کفایت و نصرت به دست تو و با اختیار تو است که هر کس را بخواهی و او هم ناچار است تو را اطاعت کند و تو را نصرت دهد؟ آیا دلیلی بر این ادعا از کتب آسمانی داری؟ آیا تو عقل داری و قرآن خوانده‌ای که میگوید قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. بگو ای محمد آنان را که به جای الله میپندارید به فریاد بخوانید. آنها در آسمان ها و زمین به اندازه ذره‌ای اختیار ندارند و در تدبیر آنها هیچ مشارکتی ندارند و الله در میانشان هیچ یاوری ندارد. رفع حاجات به اختیار بنده نیست که از هر کسی دلش بخواهد دست به دامانش گردد، بلکه به دست الله یکتاست. آیا میدانی انبیا و اولیا مالک چیزی نیستند؟ قل حسبی الله علیه یتوکل المتوکلون. بگو الله مرا بس است، توکل کنندگان تنها بر او
توکل می کنند. الیس الله بکاف عبده آیا الله برای بنده اش کافی نیست؟